چی گپ شید؟ برای چی کارشان خاطری؟ امره بخونن ختون میفهمی نمشه. زیغ نشه اومیده. فرزند خداوند میتیه. برای همین اگر در نصیبمون باشد حتما یک روز نه یک روز صاحب فرزند میشه. سلام اوچه جان. سلام. چه سلامتی خوب؟ نه خزر رحمت خودت چطور؟ رحمت اوچه جان. همش خوب است؟ خوب اوچه جان. زنت در کجاست؟ در این خونه. خیلی به من گوی این چی؟ خانم بعد به من همش رو فهمم. تشخیصی دکتر اوچه جان؟ من فهمیدم که کاغذی دکتر، اما چی نوشتگی است؟ اوچه کمی دیگر صبر کنیم همش خوب میشه و خیر. کمی دیگر؟ من چی باز یک 5-6 سال دیگر منتظر شوم؟ یا تو مردنی منم میخوایی؟ اوچه جان من هم آرزوی نبیره داشتن رو میخواهم. فهمو؟ اوچه جان آخر فرزند از جانب خداوند است. میدونم که از جانب خداوند است، ولی زنی تو از جانب کی است؟ اوچه جان در نصیبم باشد یک سال نه یک سال صاحب فرزند میشویم آخر. کی؟ من تشخیص دکتر همش معلوم که زنی تو به زوریات است. گوش کن، تا در خانه من نبیره نشود زنه در اینجا زندگی نمی کند. فهمو؟ خلان یک سال دیگر صبر کنیم. من نگفتم. رو نزدی زنت رو با همش رو فهمون و من کلمی به زوریات لازم نیست. باز چی شد؟ من همش روش موندم. میده تو همو چند بفهم خیره. او هم میخواهد مثل دیگر مادرها نبیره داشته باشد. برای همین اهمیت نده. خدا خواهد همش خوب میشه. زیاد نشد. سلام اوچه جان. سلام. اوچه جان التماس با من یک امکانیت دیگر دهید. وعده میدهم که من فرزنددار میشم. مایلش من با تو امکانیت میدیم، لیکن اگر فرزند به دنیا نآوردی من پسرم رو توی میکنم و زنی نو به خانه میارم.
راضی هستی؟ مایلش مادر جون، من راضی. مایلش رو. چون بدی مجنون سرخمم، تنها خدا داند غمم. با او بگویم رازی دل، تنها او داند علمم. چون بدی مجنون سرخمم، تنها خدا داند